بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، در حدیث بخاری شریف آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به تحقیق به هر پیغمبر در حق امتش دعایی است که الله تبارک و تعالی او را اجابت میکنه. و رسول خدا فرمود که ما دعایم را به تأخیر انداختیم و اوی است که در روز قیامت الله تبارک و تعالی شفاعت مرا در حق امتم قبول بکنه. عزیزا، به پیغمبری که به ما قدر حریص است، پیغمبری که ما را قدر دوست داره، ما به او چی کردیم؟ ما کدام سنت از او را اطاعت کردیم؟ ما کدام امر از او را امتثال کردیم؟ ما از کدام چیزی که او منع کرده، ما را نهی کرده، ما خود را دور کردیم؟ بسیاری از ما مسلمان هستیم